من در سال 1345 رساله دکتریم تصحیح تذکرة الاولیاء عطار بوده. خب راهنمای منم کسی بوده که بالاترین بوده در زمان خودش، بدیعالزمان فروزانفر. در سالهایی که مرحوم بدیعالزمان فروزانفر روی دیوان شمس کار میکرد، من دانشجوی دوره دکتری بودم. به جلد هفتم که رسیده بود و به کمک احتیاج داشت، منو به کار دعوت کرد و خواست که من باش همکاری کنم. برای من افتخار بزرگ. آخرین رئیس دانشگاه تهران به اون معنایی که من دانشگاه تهران رو میشناختم، آخرین رئیس دکتر عبدالله شیبانی بود. دکتر عبدالله شیبانی بعد از اینکه دانشگاه خیلی چیزاشو از دست داد، من یه روز بر حسب اتفاق دیدمش و وقتی که اظهار تأسف کردم از اینکه خیلی از ساخته‌های گذشته دانشگاه تهران از میان رفته، به من گفت دانشگاه تهران از میان نرفته. تا موقعی که شما در خانه‌تون در رشته خودتون کار میکنید و من در رشته خودم کار میکنم و مطالعه میکنیم و مینویسیم، دانشگاه تهران وجود داره. بنابراین اگر من بعد از تعطیل دانشگاه‌ها در بهار 59 من تصمیم گرفتم دانشگاه هم رو به خونه ها بفرستم، برنامه ناموفقی نبوده. حتی در سطح وسیع‌تری درس دادم. فرض کنید اگر 5000 نسخه یک کتاب تو خونه های مردم باشه و 1000 نسخه‌ش هم دکور سر تاقچه باشه، اون 4000 تایی که کتاب تاقچه نیست و اگر برین تو خونه ها میبینین که شیرازش به هم خورده، از بس وا کردن و دوباره بستن و دست به دست گشته و اینا، اون 4000 تا برای من دانشجوست. دانشجو تربیت میکنه، دانشجو نگه میداره برای من. دیدم دانشگاه دیگه اون دانشگاه نیست. بعدم تعطیلش کردن، همونی که بود. برای 3 سال تعطیل شد، یعنی برای زمان نامحدودی. معلوم نبود 3 سال باشه. خب ما چه کار میتونستیم بکنیم؟ من باید مینشستم کار خودم رو میکردم. نشستم که روی کار مولانا کار بکنم. به موازات این فکر کردم یک رفرنس اصطلاحات و مباحث و اعلام صوفیه رو هم میشه در آورد. اون موقع طرحی رو ریختم که برای این طرح هم 1.5 سال رفتم به هند که اونجا منابع و نسخه‌های خطی رو ببینم، کارهایی که هندیا کرده بودن ببینم و ضمناً خب برنامه به هر حال فراغتی بود برای مطالعه بیشتر و دور بودن از گرفتاری‌های. از اونجا هم بعد اومدم به غرب و اومدم مقیم کانادا شدم، استاد دانشگاه مکگیل شدم و باز در ژاپن درس دادم، در برکلی درس دادم، باز در مکگیل درس دادم و در این سالها نشستم و کار کردم روی این طرح فرهنگ تصوف و عرفان. من روی این متدولوژی خیلی تکیه میکنم، برای اینکه مرجع نویسی و تالیف مرجع خودش یک متدولوژی خاص داره. برای یک مرجع شما علاوه بر جمع آوردن اطلاعات از همه کتاب‌ها، فیش‌های الفبایی و به اصطلاح مرتب کردن اینا، غیر از این شما به نیروی انسانی احتیاج دارید و شناخت آدم‌ها و کمک گرفتن از دیگران. من متاسفانه به دلیل اینکه این کار رو در غربت دارم میکنم، کمک از دیگران بسیار به ندرت و گاه گاه برام ولی مراجع همه رو دیدم. وقتی که دانشگاه ها بسته شد و من میدیدم که زندگی در ایران در واقع مشغله هایی از نوع تأمین مایحتاج داخل خونه نصف وقت آدم رو میگیره و خیلی از مسائل مشکله، برای من اومدن به بیرون مشکل نبود. خب اومدم بیرون و از اونجا از مسیر دعوتی به هند داشتم، رفتم برای کار تحقیقی در هند، مدتی در هند بودم. بعد به تدریج به این طرف دنیا دوباره اومدیم و مسئله مهاجرت کانادا مطرح شد که من به عنوان قنای فرهنگی در واقع به مونتریال اومدم و گوشه‌ای در مکگیل داشتم به کارهای خودم برسم و در کنار اون نشستم کار کردم. اینجا وقت من تلف نمیشه. یکی از دلایل هم وجود کتابخانه مطالعات اسلامی دانشگاه مکگیل. ذخیره این کتابخانه از نظر پاسخگویی به نیازهای این کارهایی که ما میکنیم ذخیره بسیار با ارزشی است. در دسترس مهمترینه. من کتابخانه های دانشگاه های ایران، اونجاهایی که درس دادم، مدیریت کردم، مسئولیت داشتم، الان بخوام برم اونجا هیچ کارم و ممکنه به کتابخونه‌ام راه هم ندم. اما اینجا من با کتابخونه کنگره امریکا هم اگر تماس بگیرم اطلاعاتی رو بخوام، جواب مثبت به من میدن.
خب گرفتاری های ذهنی و فکری و روحی اون جامعه رم یه مقدار ازش دورم. متاسفم که عزیزان و دوستان گرفتارش هستن و منم کاری نمیتونم برشون. این هست که از ایران به هیچ وجه نبریدم و در واقع بیش از هر جایی در همین سالهایی هم که نزدیک به 30 ساله که بیرون از مملکت بیشتر زندگی کردم، در تمام دقایق زندگیم تو ایران بودم، بیرون از ایران نیستم.